همیشه نیت میکردم که ای پروردگارم من یک جا بار که نه دوست بینم نه دشمنم ذکر میشیده همین خیل کنیتون که پدر و مادر از شمایان خرسند شود. همه قدم خانه بودم ده تلویزیون تماشا کرده بودم همه قدم کرد خیلی خدا غلطی دارم. بیایید پدری خود رو بینید. تو نسبت مادرت همین خیلی رفتار میکردی. مادرت رو برده به اونجا میپرتافتی که راست کن. مادر من دیگر احمد بیگ مادر من دیگر. دیدی مادر تو دیگر مادر من دیگر. آره اول میگم چقدر اینو انسان باشه چقدر کدوم وجدان کرده توبه یک شبه خیسگی مادر گواره با علم بتگی بایی احترام به پدر و مادر در وجود تمام عالمیان نهفته است. از این رو هر یک فرزند موظف است که جهت نگاهوبین و پرستاری والدین تا لحظه واپسین حیات قرض فرزندی خود را ادا نماید. اما این فضیلت نیک نه به هر شخص کهنسال میسر می شود. امروز با اشخاصی وامی خوریم که از این احترام و محبت در کنارند، ولی با وجود همه این ناکامی ها باز نسبت جگربندان مهربانند و تا قوه و توان داشتن آنها را جستجو می کنند. خدا گجا باشه سلام ساعت سلامت باشه عمر دراز بنه رنگ من بوری رنگ بابا بیوش بوری عمر دراز بنه دو خاک گجا نباشد در امون خدا باشد تونت بیاد یک خبر گیرد اگر این کنه نداشته باشد نباشه ایران امون دراز بنه گجا نباشد در امون خدا باشد. جوانو همه وقت پیران رو حرمت کنیتون. همه وقت حرمتی پدر و مادر رو کنیتون چون که پدر و مادر با امید شمایان رو کلان میکنن. همین خیل کنیتون که پدر و مادر از شمایان خرسند شود. هیچ گاه نمونیتون که به چشمونی پدر و مادر شمایان آب چرخ زنند. چون که همون گفتین که در جوانی دار پیران را عزیز تا عزیزی دیگران باشی تو نیست. این نبا در خانه پیرانسالان و میوبان دهه بتاشی شهر ترزانزاده با مردی 77 ساله که خود را تقایبک سیفالایف معرفی کرد واخوردیم. نام برده در بین دیگر کهنسالان خیلی نورانی و بردم و سالم حتی خوشحال به نظر می نمود. اگر کس به سیمای او نظر افکنه شاید باور نکند که او در این مکان استقامت می کند. چون با او هم صحبت شدیم او سخن را از شکست روزگار و چگونه تا به این مکان آمدن که او را خانه امید خود می شمارد آغاز کرد. من میگفتم که پروردگار اگر نمیدونستم اینجا رو همیشه نیت میکردم که ای پروردگارم من یک جا بار که نه دوست بینم نه دشمنم ذکر میشیده خونه خود گیا توقع خونه دار ذکر میشیده حتی که تشن نگو بین نکنی و میپرسی که یک پیرو اوتی یا چی مده چوی کن و یک چیزی و هم بیچاره بزرگ شدن دارم. جدا شدن از خانواده، جدا شدن از شخصان نزدیک، جدا شدن از آدمان بسیار هم به هم نزدیک جدا شدن، این باز یک بحران دیگری سختی حیاتی به شمار می رود. وزیر رفتم من روی کرد همین طرف گفت که من تیا بیش روی میکنم یک جا روی میکنم که راحت میکنی یا جای نغزه بسیار رفته بین گفت دوم اپریل 2011 من اومدم باتاش گجوبا گفته کوفته یافته آوردم ماشین سوز اونجا پر اومدم در آمدم دری همین مؤسسه با همینجا شب خور رفتم و بیرون گشتم شب اونجا خونه شدیم خونه به خور رفتم و اینجا برومده رفتم وزارت گفتم معقول شد گفت شما تو گوری حقیقتا بیش بوده است
جای بیش بوده است. بگو رفته گفت جمع که لباسات چیزا گفت بیا. با آمدم خونه لباسات جمع کردم، همه چیز جمع کردم گرفتم. سه خط ستکار لباسات گرفتم، لباسات خودم گرفتم استفاده کردم تا درست آمده. ما گفتم استاد آمدم. همینها خانه‌ها به حیات روحی این نفر آدم خاص اگر خردسال باشد یا نورس باشد یا کلانسال باشد تاثیر عمیقی خودش را میگذارد. فکر من همین بود که من مثال کسات شدم اگر کی من نگاه میگه که اون کی میتیاد یا گویم که پلوچویت کی میتیاد من با برای همین فکر دیدم کلنو دکور کلین دکور دودرم دکور انا خیلی بعد نوکشی نمی مثال کسال باشم اگر که یاون تاش بیاد من دیگر که اوه یاون پلوچویت میاد همین فکر غلط دادم من گفتم من اگر یگان کسی بیمار شدم اگر مثلا غلطم اپو مونم اگر تماما از اون میکشم گفته همین فکر دادم من. اماکی تقایبک سیفالایف سال 1939 در شهر دوشنبه به دنیا آمده و صاحب عائله و 5 فرزند، 3 دختر و 2 پسر گشته است. دخترانش در سن خردسالی وفات میکنند و این واقعه سبب جداشوی او از همسرش می شود. پسران که یکی بایمراد و دیگری خدایداد نام داشت آنها را پرانچک نمود و فکر میکرد که در احاطه آنها فرد و دولت پیری میراند، ولی افسوس که این اندیشه‌اش به نتیجه ماند. فرزندمون 3 دخترم مرد. 3 نوود شد. بعد انا 85 سال بعد ما جدا شدیم. علما فاطمه نام داشت. آخرگان بالا بود. ما ویا عاشق شدگی نبودم، سورج دیگه عاشق شدگی بودم. ما همینجا ما خطی وای من زندگانی که 15 سال خطی علما 15 سال زندگانی کردیم. بیچاره بسیار ایال خوب بود. بعد اینکه گودکا همه چیز چنگی بعد همون پیش خانه مونده من گفتم که زنک تو شاور کو برای که من نشد برای هوای بعد جدا شدیم رفته مادرش پرسید مادر من پرسید برای که گودکا وای شدن گرفته برای سوای بعد همون بعد وای من گفتم اجازه دادم من گفتم شاور کن من گفتم من خیلی چیز نمیکنم گفتم شاور گفتم تو یوز چیزا چه گفتم هر چیز در گواره نوود شد 9 ماه 1 سال 1 ماه 2 ماه همه خیلی نوود شد هر چی خیلی که همین دگون نشده یکی به جنگ جنجال به هیچی هم دیگر نمیدیم من نخواستم ده من گفتم که جواب شد دادم بعد وای شاور کرد من اوای دخترچه یافت اوای شاورش به نزدیکی ولی 1 سال نشده است همون از تریله فاطمه زنم میفرود خدا رحمتی میغلطد پارک اینی با اونجا چشم سور میگن خونه وارا پالیکلی نگاه کو پیش به خشلوخه همین زگونه میکنه چخه میفرود میغلطد که اگه راه پارک اون خنده میشه و بالش خرابولون بران کی با میگن یا خمان میکنه چی میکنه نمیشه ولی تو ما میگن بعد نوود میشه فاطمه جون من میمره نباشه ما خاطر مون هم دیگه میدیدیم من خونه حضرت مولانا میرفتم خونه نویرم و هم میومد همونجا میرفتیم و میخوردیم چرسا میکنیم و خونه ها میومد رفت اومد داشتیم ما خیلی جو بودیم بسیار اول خوب بود های تقدیر نصیب ما به اضطراب او می‌نگریستیم و مهر پدر را در قلبش که طغیان دارد حس می‌کردیم. هرگاه می‌گفت تقدیر فرزندان چگونه است کس نمی‌داند. من از روی مهر همه کلام کردم. حالا می‌خواهم که فرزندانم در نزدم باشند و از دیدار آنها و نبیره‌هایم سیر گردم.
بسیار خنده ده فکر میکنی که بین نمیشد برای چی سفسفه ده برای فقط فکر میکنی رام میخوری ده خواد میدارون انا وای میکنی زیغ میشی لحظه وقت سختترین نیوان هم وقتی من مادرم مرد پسرم که مرد من وقتی اولی قنات شکسته شدم خود یک کاوگت تیر خوردگی بوده با مادرم مرد همین دیگه تماما نمیدونم چیکار کنم همین خزیق شدم میشم من که از گفتم که تنهایی بسر کنه سر نکنی با همون وطنده میکشد دیدم میرویم هر موقع دو ماه پس یا ماه پس 20 روز پس میرم من خبرگیری خونه جانم خونه دادرم خبر میگیرم اگر کسی رو پدر و مادرش خبرگیری میبیاد یا خشت بروش خبرگیری میبیاد ولی این چیز رو میفهمیم درک میکنیم که آنها درد دارن آدمانی که از عائله هاشون دور هستن آنها درد دارن یک درد نهانیه که حتی با اشک چشماشون جاری میشد اما از دست ما فقط همین مهربانی دلبرداری همین قدر چیز میبیاید مادر وقت که شاور کرد تره ورزا با خرنگون ده همین خرنگون ده شاور کرد 47 سال با ما حولی مادر خانه ده دستی خولم بودم اپی مادرم بودم انا هوای بای بچوره من نگاه بین میکرد کلون میکرد بعد 5 سالگیم ده من بردن خرنگون با کون بردن مادرم گفت که بیارش و همونجا تا 15 سالگی ما ده همونجا زندگانی کردیم خیلی کردیم کلون شدیم یه دستیار خانه ده همین چیزا که چوچک میچینیم لیگو میچینیم از برای علوی میچینیم انا روز زندگی گذره از هر کلون دیگه بچه کلون نداشتن پیاندر ما که پیاندر میگیم اما که میگیم ما که خدمت که پیاندر میگیم مثلا آدم خوب بودن خانواتی اون کسان 86 رفتم بودن همینجا در خونه بودن 86 بودن با اونجا کوچه اومدیم با حوالی خودمون نیمه حوالی به خونه انداخته همه هاشم مرد ولی غنی عبدالله شده پیش همه اینترنت مستفید اومد حوالی کلام نیمه چه گرفته خونه رو در ساختیم جدا شدیم زندگانی کردیم این طرف خونه خالم این طرف حوالی ما زندگانی کردیم گشتیم دیگه چه کنیم تقدیم نصیب ما همین ده نه همه مرد رفت ما زنده گشتیم این کار پاهلیگار که کرد همه که سخت زوره دیدیم نه جونی ما احسان بود از گفتی وای برای گشتیم چه سخت زوره دیدیم бояд гуфт ки тағоибек сайфуллоев бо сад умеду орзу фарзанди калони боймуродро хонадор мекунад ва соҳиби набираҳо низ мешавад аммо марги нобаҳангом риштаи умри фарзанди ҷавонаш боймуродро канда мекунад мегӯяд қабл аз ин ҳаводис пайваста ӯро хоб медидам ва боз қалбамро дар хаёл таскин медодам аммо ҳайҳот ки дар кӯтоҳтарин муддат ҷигарбандамро аз даст додаму ин ҳолат дар ҳаёт дардовартарин манзара бароям буд همون محلی خود مودا اونجا ده همون جسی یابارا عدیره ده عدیر همون عدیر با خود دیگه ما همه کرده همه یابارا برامدر افتادیم هم بالا با یک خونه هست خونه وای رسنیک بود ترچاریب میگفتن هوای خونه هوای همون طرف برامدر مرا سرم رفت شد است هم طرف این مردگی بوی مرد جون رفت شد است یک جون ما امانم برامدر رفتیم یک جون مری افتادیم این ما یک جون مری هم گفت با میبیم روز رفته همونجا است که سفید الله همون بسرم اومد رجوع کرد همونجا کپید گزید ما گفتم ما دخو خوش دیگه بدم ده همین بعد ما که مرد من اومده خونه گاز دادن که بوی مرد بالنسبه به زراعت که به خو زراعت بالنسبه به دویده رفتم زراعت بالنسبه که بعد پناه او چیست بود رفتم زراعت بعد مادرم شدگی در آمده نگاه میکنم همین پسرم ما همه تو نگاه میکنه گاو نمیدونن اینجا شلنگ موندگی دانش با یک شلنگ اینجا موندگی نگاه میکنه گاو نمیدونن همه تو یعنی گامون ها همون استولا نگاه میکنه اونجا او موندگی او هم او چکم میگوده او چکم میگوده او موندگی و
بکلاشکه بود. با این خود در مسکو، لوز مسکو میولدیم. خوب نشده، مسکو میولدیم. با این مسکو میولدم میتو، جوش مسکو میولدیم. بعد دست مدار آوردم اتک ادیول، پو بستگی، هدو پو بستگی. با هم دست کردم پو یخ، هم در میگی که یخی، شخ شدگی پو. هم تا اومدم که تو همین جای همه یخ شدگی. ناتورال یخ کنده دا کنده شدگی. ما گفتم که همه جون مونده برمادن. با هم با پیل کردم، توجه پیل میگم که با پیل کردم، شاید گره کردم. با برمادن. واقعا وقتی که انسان احساس تنهایی میکشد، یک واسطه درمان بخش برای او در برابر معاشرتی که با دیگران میکنند و این معاشرت رو هر کس کرده نمیتواند و اگر اون آدم زنده دل باشد تا اندازه دیگر. سعیت خوب بود، بوز بالا همین کس بوده بدن، هر بید بوز بالا و اتوبوسی یکار سوی حل میکردن. دوشنبه اتوبوس که بازار خد دوشنبه ایسور پول میچیندن جورت خطی موچنه که میمونن. اینجا میرفتن میمونن سر خطی. بعد از آنی که فرزند چهارمش را از دست می‌دهد، امید یگانه به فرزند خردیش خدایداد بود و باری هم اندیشه نمی‌کرد که خدایداد نیز او را ترک می‌کند و 25 سال چشم پدر در راهش انتظار می‌ماند. حتی نمی‌داند که او در کجا هست و چه حال دارد. تنها از گفته کسی شنیده است که او در خارج مملکت است و دیگر چیزی را نمی‌داند. تصورش او را پیوسته به دنیای دیداری روی جگربندی رهدورش می‌برد و ولی برای دریافت کردن او چاره‌ای ندارد. نود و هشت 99 رفت ده رفت همونجا خدا میده که زنگ گیریم چی گیریم دیگه ما همون یک آدم اومده پوچگاه اومدم پرسیدن کو نپرسم با کفت کو میکنن نه اومدگی بود من گفته بودم که همین پسر دار من طرفچیه اوره میگم که همین چی خیر کنم که همین کدام تلویزیون رادیو اوخی همین چیزا نشون کردن انا هوا بیند هوا گیرد یک تونت بیاد نمیتونه همین خیلی ختم نمیشونه خونی وای آکاش وای چیز با تاغوش با خرنگون با طلب خرنگون با تاغوش خط نویسونه چیز کنند من خونم نیست کنم من همین گفته وای بر که ما هوای بینم مرم بیورمون همین ندارم من بینم هوای بیورم یک با اندیشه امک تقایبک او نزدیکان و پیوندان زیاد دارد اما کم به عیادتش می آید. از حال و احوال او تنها یار و دوستانش حتی از راه دور آمده خبر می گیرند. با وجود کم‌مهری نزدیکان دل آزرده نیست و خود پیوسته به دیداربینی آنها می رود. اوزاکو یک دیورم ای خدی از وای اومد از لنینگراد همه خونه‌شون عمر خیام بود کوچه زنب بیبی اون دست من خبرگیری اومدم جبرو ما استگی بدیم رفتیم با تو سلام بچتیم چاچا بود خدی یک تا دیم میکردیم بوده گسیل کردم شا که با اخت لنینگراد اومده نخواد که ما راه دوی پاتون همینجا رفته گسیل دو کس اومده بدم گسیل کردم با مونده اومدم با انا آدم‌ها چخیل که باید بگونه بگذار برادر است یا خواهر است یا کیلین است یا فرزند است یا نبیره ها اگر کلان سال باشند اینها و غیره اگر ما بنابراین واسطه های گوناگون را استفاده بردن ممکن و اگر ما توانیم که منتظم در این مؤسسه ها چاربینی های گوناگون مدنی روشن‌نمایی را به راه مانیم منتظم تئاتر رود نمایش ها بدهد صنعتکاران بروند در آنجا صنعت خود را نشان بدهند و نمایش فیلم های گوناگونی که میتواند به رشد آنها بیوستد امکانیت دهند هر کس چیز خودش چاهی
میری خودش خواهان میبیان نبیان چی من چی گفتم میتونم برای که خیلی دست خالی نمیبی کو او دکجو گپ همون چه وردان در کار همون چه در کار من فکر من همین من گوش کردن گیرم ها گپ من راست گام میزنم بیگانم میبیان بیچاره او نمال اینجا میشینیم اونجا میشینیم چاچا میکنیم وای میکنیم دوی در میریم من باتوش اونجا تا دوی در رو با چاک کرد چای پای نوشیده میشینیم چاک کرده با ما گشتر میکنم شما میرم تمام کی با بیگانه بچه‌ها بیگانه بسیار آمده یه بار دیگه 6 تا اومدن اینجا جروم ای کوچه خودمو پیش پیانیست بود گنی عبدالله شدگی ساعت سلامتم پام کن میگه دست فدارم کور نیستم شال نیستم محمود خودم خبر میگیرم موسیقی یگانه همراز و تسکین دهنده قلب اوست. میگوید وقتای خالگی خود را با گوش کردن سرودهایی که در آنها درد انسانها تجسم یافته است آواره میکنم. همزمان با مشق و تمرین و بازی های ششکه و شامات بند می شوم که این برای آرام کردن عصب و نگاه داشتن سلامتی مفید است. از این لحاظ نامبرده ابراز داشت که از سلامتیم باری هم شکایت نکردم. در همه جا وقتی زیخشم آمگم من یه رادیوچه دارم رادیوچه زپس کردگیم پلیسکارت دارم همین از ظفر نوزین جورم سنت چهارم میخوندم یک جایی یک تا کورپا در مکتب میخونیم بگویش هوا اومده خونیم و خون میرفتیم ظفر نوزین کتی پدر و مادر فرزند رو میبوند چرا فرزند پدر و مادر رو نبوند ما پدر رو انتخاب نمیکنیم شما صاحب دار هستید پدر دار هستید بیایید پدری خود رو بینید تو نسبت مادرت همین رفتار میکردی مادرت رو برده به اونجا میپرتافتی که راست مادر من دیگر احمد بیگ مادر من دیگر دیدی مادر تو دیگر مادر من دیگر آخر مادر من همراه ما زندگی نمیکند که احمد بیگ باور کنید من حس کرده ایستادم که دیگر با این زنک یک جای زیستن نمیتوانم آخر شما همه را فهمید التجا میکنم زاری و تولا میکنم مادرتانه به یک چنان مدت برده مانید من کمترک دم گیرم فراموش کنم آخر میدانید نمیتونم من دیگر قوش و قواک این زنک دیده نمیتوانم احمد بیگ اگرچه امک تقای بیگ 30 سال قبل بیماری فرزندان را در فیلم ارمانی مادر تماشا کرده بود ولی باری اندیشه نمی کرد که مکان زیست آینده او نیز اینجا می گردد او ضمن صحبت گشته و برگشته از لحظه های حساس این فیلم تربیوی قصه می کرد همینجا یک زمان از نگاه کرد من دویده در اومده دکتر بینم من با یک اونجا نرایید میجایید همین کسانی که من گفتگیم که همه لایق شعرالی از براس پدر و مادر بسیار شعرهای زور گفتگی مقالهای زور گفتگی لایق شعرالی من خوندگیم ده همچه مقالوشا همه کسی که گفتنی ما همین که ما بیند فهمد برای چی گفتنیم برای که همه گپی زن گوش کرده همون پسر مادرش یا پدرش آورده همینجا میپرتاد و این تماما پروردگار چی میگوید و دوزختی بودیم و دوزختی شد پدر و مادر نگاه نکردم گپ زن گوشته آورده همینجا میپرتاد همین مایرا میسا و یه رول بازی کرد گفت دیگه بدی آخر امروز زاد روزی پدرت من کلورم همین از پسی کار شده همین یاد بودی پدرم را فراموش کردم ببخشید بچه کار نقص نشد بچه یاد داری در وقت زنده بودن پدرت قسم یاد کرده بودی که همین که به 70 در آمد به خلق توی میدی بله بله من امروز پدرت به 70 هم در آمد لیکن بچه تو این روز رو فراموش کردی بچه دلتون گنده نشد بچه از حقوقت فرزند کلان میکنی بچه جان خواهش شد آخر دلتون گنده نشد من فراموش کردم البته خیلی خود تو همیشه روز رو فراموش کنی
آخی پدرت را دوست می‌داشت. گفتم میتوانیم که هنگام که تا مراد فیلم مخصوصی را تماشا میکند که پدرش را گرفته به واقعا خانه کهنسالان میافتند و هر وقتی که او را میبیند و خیلی خیلی واقعا از این خجالت میکشد، به اندیشه ها میرود، باطنا فکر و اندیشه ها میکند. این معنای آن را دارد که این خیلی آدمان بسیار آسیب پذیرند، بسیار تأثیر پذیرند، حساسند به انگیزه های عالم بیرون نیز. ولی خصوصیت های فردی اون آدم که در زندگی او داشت بعضا امکان نمیدهد که این حالت باطنی روانی بیرون شود و مردم اون را ببینند. این خیلی حالت ها زیادند. و مایران شو پیسش دیدم و اسپیتاکل دیدم همینجا گیته اون طرف همون قدام خونه بودم ده تلویزیون تماشا کرده بودم همین قدام کرد اخیر خودم غلطی دادم اونجا. ای پسرم چون منو پرتافته رفتی تو خدا چون میگفتند که اونجا کتای توجه که دو کم پشتی کشه این طرف توبه رو را ناز بوزی که حیاتی ده حیاچه ما بمیدیم فراموش نکنی پسرک فیلم مذکور که مست در همین خانه کهنسالان نواربرداری گردیده است در دل تقایبک سیفالایف سالها مسکن گرفته است. او حقیقت زندگی را در این صحنه درک نموده است. با چی میگو نه؟ با ایزون کشیده میلیون میگو که کلیناش دادیش بیا همین رفته مستفید خوار گیریم یا همین ما خوار گیریم این نیوراکاشون زیخ شدین رفته خوار گیریم چه خیل تو میبیایی با این رو آدم همینجا موندی با چه خیل رو خطی تو آمده همین رو خط نیوران میبیایی خوار میگیری و چه خیل این چه خیل وجدان داری تو آمده خوار میگیری ایسا آوده خطی مستفید آوده میره تا که نیوراکا گیره میکنن این وقتی جوتا شده رفتن ده چه خیل تو بینوی همسوی خیلی چه خیل معرکه میگن تو میره چه کدوم میدون رفته یا پلو چون میگیری خروش رو نگاه میکنی گپی زنه گرفته دلم بگذاروندم که این چه خیل که پدر و مادر پافتن میرفته که منم پدر و مادر پافتن میرفته من خودم با همجا قلطیدم دیدم که هم آدمایی که آدم پرتون به همینجا مادرشون پدرشون آدم پرتون برای هوای میگم چه خیل اینو انسان بود چه خیل کدوم وجدان کرده توبه یک شبه خیستگی مادر گوهره با علم گفتگی بایی